و در روایت ابو هریره داریم، هرچند که بعضی ها این حدیث را موقوف روایت کردن، فرمودن من وجد ساعتا، هر کسی توانمند باشد، لأن یضحی فلم یضح، که قربانی بکند ولی اما قربانی نکند. توانمند هست که قربانی بکند اما قربانی نکرد، فرمودن فلا یحضر مصلانا، پس به عیدگاه ما نیاید، یعنی برای نماز عید تشریف نیاورد. هر فرد مسلمان عاقل بالغ که به مقدار 200 درهم، مالک 200 درهم باشد، باید قربانی بکند. 200 درهم معادل 612 گرم نقره است. علما الان محاسبه کردن در همین روزا در حدود 35,000 یا 36,000 افغانی، یعنی شما 35,000 یا 36,000 افغانی در خانه‌تان داشته باشین، اضافه از مایحتاجتان باشد، اضافه از دین و قرضتان باشد، مدیون هم نباشید، قرضدار هم نیستید، 35,000 یا 36,000 افغانی در خانه‌تان همینطور اضافه دارین، بر شما قربانی واجب است. زنها اگر 87 گرم طلا دارند، گردنبند باشد، هر چی که باشد از زیور آلاتی که آن را استفاده می کنند، اگر مقدارشان به 87 گرم طلا برسد، بر زنها هم واجب است که برای خودشان قربانی بگیرند. اما اگر شوهرشان یک کدام سرپرست دیگه ایشان برایشان قربانی میگیرد، بسیار خوب است، گردنشان خلاص می شود. ولی اما اگر هیچ کس برای او قربانی نمیگیرد، سرپرست برای خودش قربانی میکند، شوهر برای خودش قربانی میکند، زن فکر میکند که بر بالای من قربانی لازم نیست، اینطور نیست. او طلایی که دارد اگر 87 گرم باشد، بر زن هم قربانی لازم است. در روایت ترمذی از جابر بن عبدالله داریم که فرمودند روز عید قربان با رسول خدا در عیدگاه بودم، بعد از نماز عید قوچی را آوردن، رسول مبارک صلی الله علیه و سلم با دستان مبارکش قوچ را ذبح کردند. لذا علما میفرمایند سنت است که قربانیتان را اگر در توانتان باشد خودتان با دست مبارکتان ذبح بکنین. عزیزان، مستحب است که قربانی چاق باشد، جاندار باشد و باید که چاقو هم تیز باشد. متاسفانه ما آمادگی میگیریم برای قربانی که قربانی بگیریم و از کجا بگیریم و چه قسم بگیریم، بعد همین فکر نیستیم که خب همین را با چه چیزی میکشیم الان، و امو چاقویی که 10 سال پیش در خانه است امو را نگه داشتیم، گاهی وقت با این سنگ بزن و گاهی وقت با او سنگ بزن، معلوم میشود که تیز میشود یا خیر. روز عیدم است، بازارم بسته است، دکانه هم نیستن، دروازهشان بسته است، حیران میمانید همسایه همه چاقو به کار دارند، اما اینجا قربانی دارید، همو چاقوی کندتان را گرفته و بر گلوی این حیوان کش میکنید و او را آزار میدین. حضرت عایشه میگوید روز عید بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتند با دستان مبارکش قربانی بکنند. فرمودن یا عایشه حلم المدیه ثم اشحذیها بحجر، بیاور چاقو را و خوب تیز کن، چاقو باید تیز باشد. پیامبر میگه مرا گفت چاقوی تیز بیاور، ففعلت ثم اخذها و اخذ الكبش فازجعه ثم ذبحه، سپس چاقو را از من گرفت و با دستان مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قوچ را چپه کردند و ذبح کردند. عزیزان، مستحب است که گوشت قربانی 3 تقسیم بشود، مستحب است که گوشت قربانی 3 تقسیم شود، و اما جایز است که همه گوشت قربانیتان را خودتان استفاده بکنید، هیچ مشکلی پیش نمی آید. لازم است که از گوشت قربانی به قصاب داده نشود و نباید پوست قربانی را بفروشیم، ممنوع است. هرچند که پوست الان ارزش خود را از دست داده است، به هر حال پوست قربانی را فروختن برای شما جایز نیست. ما در روایت ابو هریره داریم که رسول خدا فرمودند من باع جلد اضحیته فلا اضحیت له، هر کسی که پوست قربانیش را بفروشد قربانیش نشده است، قربانیش نشده است. چه کسی را میگوید؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اما این که باید دقت بکنیم که قربانی که تقدیم رب العالمین میکنیم سالم باشد، از هر نظر سالم باشد، این بسیار مهم است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند
امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستشرف العین والاذن. پیامبر به ما دستور دادن که گوش و چشمان قربانی را ببینیم، نگاه بکنیم که سالم باشد. اینما کنا اینما